اسرائیل هیچ وقت قادر به این کار نبوده در گذشته و الان هم نیست و در آینده هم نخواهد بود. حتی با وجود حمایت و کمک آمریکا هم قادر به این اقدام نیستن، قادر به عملیات نظامی علیه ما نیستن. بعضیا میگن که اگه مثلا مذاکره نکنیم و فلان نکنیم نمیدونم ممکنه حمله بکنه. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اصلا هیچ کس نگران این بخشا نباشه. این تضمین به لطف و اذن الهی. لا وجود للعلوج الامريكان في مدينة بغداد. We crushed the forces in Saddam International Airport and we cleaned the whole place of the airport. And they failed fully in making any penetration. Any penetration. What had been broadcasted by those stooges here and there is completely unbased.